بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آله و صحابته اجمعین. اما بعد، بینندگان عزیز و بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله درس‌های تفسیر نور، همچنان در تفسیر آیاتی از سوره البقره هستیم. آیات 17 تا 20 درس امروز ماست. در این آیات خداوند عزوجل دو مثال از حال و وصف منافقین میاره. آیات ما قبل برخوردها و صفات و عملکردهای منافقین را بیان کرد و حالا دو مثال میاره از زندگی اونها و وفق میده به زندگیشون. منافقین درجاتی هستند و حالتهایی دارند. این دو مثال مشهور به مثال آتشین و آبی. بگذارید این آیات را ابتدا از قرآن کریم بشنویم و سپس به شرح و تفسیر و ترجمه آن بپردازیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. موضوع درسمون پس آیاتی است از آیات 17 تا 20 سوره مبارکه البقره که با دو مثال خداوند عزوجل حال منافقان یا وصفشون رو دوباره با مثال مطرح میکنه. در آیات 17 و 18 خداوند عزوجل مثالی میزنه از انسانی که در دل تاریکی های شب سعی میکنه آتشی رو روشن کنه و در خلال نور اون آتش راه خودش رو پیدا کنه و مسیرش رو ادامه بده، اما آتشش خاموش میشه و جز گرمی و حرارتی که ممکنه هر لحظه از اون به خودش ضرر برسونه چیزی عایدش نیست. پس این انسان یا امثال اونها حال منافقانی را مثال میزنه که در دل تاریکی های شب ظلمتشون، شب کفر و ضلالت و نفاقشون کور هستند، کر هستند، گنگ هستند، نه حقیقت را میشنوند، نه حقیقت را میگویند، نه حقیقت را میپذیرند. اینها نمیتونن به حقیقت بر بگردند و اون چراغ و مشعل نور ایمانی رو که به دست گرفته بودند و به زبان گفته بودند ادامه بدن. یا همانند انسان هایی که در دل شب بارانی سعی کردند در اون تاریکی های متراکم از رعد و برق استفاده کنند، راه خودشون رو پیدا کنند، ولی از ترس مرگ و از ترس و شدت این حقیقت که اسلام اون را تشبیه کرده به نور رعد و برق، چشم و گوش های خودشون را می گرفتند و سعی می کردن این حقایق را نشنوند و هر از گاهی از نور استفاده می کردن تا اینکه در مسیرشون
زندگیشون حرکت بکنند. بگذارید این آیات را که شنیدیم ابتدا معانی و مفاهیم کلمات را بفهمیم و سپس به سراغ ترجمه این آیات بریم. در این آیات ما ابتدا معانی کلمات و مفاهیم لغوی آن خواهیم داشت، سپس ترجمه و شرح و تفسیر و از آن پس در نهایت درس ها و نکات آموزنده. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. خداوند عزوجل این آیات را با و مثلهم شروع کرد، یعنی و مثال اینها، مثال منافقین، اون انسان‌هایی که تا به حال در آیات ما قبل در مورد اونها سخن گفته شد، مثالشون، وصفشون، صفتشون استوقد، همانند کسی است که برافروخت، روشن کرد و این از باب استفعال هست، میگن در لغت عربی به معنای طلب روشن کردن و مثل اینکه منافق از خودش نور نداره، از خودش وسیله‌ای برای روشن کردن آتش ندارد، همچنان که منافق سعی میکنه از اهل ایمان نور بگیرد در دنیا. و اینجا کلمه نارن یعنی یه آتشی روشن بکنه، آتشی موقت، آتشی که بتونه مسیر زندگیشو پیدا بکنه برای استفاده از شعله و نور اون و راهیابی در دل تاریکی شب. اضاءت، این آتش روشن میکنه. وقتی که آتش شعله ور باشد، شعله‌های آن میتونه نوری تولید کنه که انسان حول و حوش خودش رو ببینه. فرمود اضاءت ما حوله، و ما حوله یعنی آنچه اطراف هست و به همین خاطر بعضی گفتن خود حوله دلالت بر معنا میکنه ولی ما برای تأکید بیشتر هست. ما حول یعنی آنچه حول و اطراف اون هست رو روشن میکنه. ذهب الله بنورهم یعنی خداوند نورشان را برد. وقتی که شعله فروکش بکنه جز حرارت اون به اصطلاح تکه آتش چیز دیگه نمیمونه و شعله که در حقیقت هدف از برافروختن اون آتش بوده از بین خواهد رفت. ترکهم یعنی رهایشون کرد، ولشون کرد. ظلمات به معنای ظلمت و تاریکی هاست و چون جمع بسته شده گفته شده هم تاریکی شب، هم تاریکی هواست و هم تاریکی بعد از روشنایی، همه با هم جمع میشه. انسان در دل تاریکی شاید یکی بتونه راه پیدا کنه، اما اگر چراغی برای خودش روشن کرد و سپس اون چراغ را خاموش کرد، اینجاست که اون هوا واسش تاریک‌تر جلوه میکنه. لا یبصرون یعنی نمیبینند و بصر در اینجا همون بصیرت هست. همچنان که انسان در دل تاریکی شب چشم دیدن راه رفتن را نداره، انسان منافق در دل این تاریکی هایی که به سر میبرد وقتی که چراغ ایمان ازش گرفته بشه نمیتونه حقیقت را بفهمه و نمیدونه به کجا در چه مسیری حرکت بکنه. سم به معنای کر یعنی کرانند و از صمم گرفته شده به معنای پوشاندن سوراخ گوش و اصم یعنی انسانی که به طور مادرزادی سوراخ ها و پرده گوشش بسته است، چیزی نمیشنوه. بکمون یعنی لال هست، لال هستند. و ابکم کسی که نمیتواند حرف را بفهمد و نمیتواند حرف بزند، یعنی به طوری مادرزادی. و کسی که از مادر لال به دنیا بیاد دیگه هرگز حرف هم حالش نیست و اینجاست که بدتر از اخرسه، چون اخرس هم معنای گنگ و لال میده، ولی اخرس انسانی است که پش میکنه، حرفی رو میزنه و میخواد چیزی بگه ولی نامفهومه. پس بنابراین حرف حالش میشه. اگر کسی با زبان تکلم بکنه، سخن بهش بگه، حالش میشه ولی نمیتونه پاسخ بده. برعکس ابکم یعنی حتی نمیتونه بفهمه، پس اینجاست که باید با اشاره حالش کرد. عمیون یعنی کورانند، بینایی نداره، بینایی و دید چشمشون از بین رفته و همه اینها کنایه از تعبیرهای معنوی اون مراده. ولی خداوند اینجا مثال میزنه به حال انسانی که تمثیل میزنه، مثال میزنه.
برای حال انسانی که در دل تاریکی شب در یه بیابون گیر کرده، چراغی را از کسی دیگه میگیره، آتش روشن میکنه، شعله‌ای را از کسی میگیره، شعله‌اش رو روشن میکنه، آتش روشن میکنه تا اینکه مسیرش رو پیدا بکنه و راهش رو بشناسه. اما ناگهان شعله‌اش فروکش میکنه و آتشش خاموش میشه و اون نور و روشنایی که باید داشته باشه تا مسیرش رو بشناسه و ادامه بده از بین میره. اینجاست که حیران و سرگردان میمونه در مسیر راهش. و لا یرجعون یعنی باز نمیگردند. دلالت بر اینه که انسان مؤمن و منافق، انسانی که ادعای ایمان میکند، با اینکه فهمیده راه را چگونه میشه پیدا کرد، ولی بر نمیگرده دوباره اون چراغ را برای همیشه برای خودش داشته باشه. پس بنابراین مثل که به سوی حق و مثل اینکه عده‌ای از منافقین به حقانیت اسلام ابتدا پی میبرند، ولی چون ایمان را مخلصانه قبول نمی کنند و سعی میکنند مصالح و منافع خودشون را حفظ کنند و نگه دارند و احساس میکنند که با جبهه کفر هم دست داشتن مناسب هست، اینجاست که اینها لذت ایمان را احساس نمی کنند و ارزش آن نوری که در دل تاریکی های شب به دست آوردن نمیدونن. پس بنابراین باز میگردند به همون کفر خودشون و از ایمانشون استفاده نمی کنند. ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اینا بدترند، حالشون اینا بدترین درجه منافقان هستند، چون منافقانی که ابتدا ایمان آوردند ولی با احساس خطر دوباره کافر شدند. پس خداوند قلبشون را مهر کرد، دلشون را بست، دیگه نور ایمان به اون رخنه پیدا نمیکنه. اینها نمیتونن بفهمند. كتاب الله كتاب الله. مثال بعدی که آورد در آیه 19 با این آیه شروع کرد. او کصیب من السماء، یا همانند بارانی است. کاف برای تشبیه یعنی مثل، صیب هم یعنی باران. صیب از همون صبه گرفته شده یعنی ریختن، و چون آب باران از آسمان فرو میریزد به صیب نامگذاری شده. من السما نسبت باران به آسمان به خاطر اینکه فضایی است که قبلا درش به سر میبرده و چون از اونجا سرازیر میشه و چون معنای منبع و اصل اون آب باران هست، پس بنابراین نسبت میشه، هر بارانی را به آسمان نسبت میدن. فیه ظلمات، در آن بارانی که از آسمان میبارد همراه با اون زمان، همراه با اون حالت چیه؟ تاریکی هایی است. گفته شده تاریکی که غالبا در بارندگی ها پیاپی شدید میشه، این مسئله ملاحظه است. یعنی بارانی که در دل شب اون هم با پشت سر هم پیاپی بیاد، اینجاست که انسان احساس میکنه که دنیا تو چشمش سیاه میشه. یا تاریکی ابرهای زیادی که از آن باران داره میباره، یا تاریکی اون حالتی که در بهش به سر میاد، بخصوص اگر در دل شب باشه. رعد یا تندر یا غرش که صدای استحکاک ابرهاست و در بعضی از روایات اون را آوردن که صدای ملائکه باران است، اینطور معرفی کردن که در مقابل انجام مأموریت هست. برق همون نور بسیار قوی و شدیدی که ابرها در زمان برخورد با یکدیگر از خود بروز میدن و این نشانه قدرت و عظمت خداوند یکتاست که در چند ثانیه و به وسیله آن نور بسیار تند میتواند به هر چیزی اگه برخورد بکنه، حتی اگر کوه و صخره‌های سنگین و محکم هم باشه، اونها را به خاکستر تبدیل بکنه. یجعلون یعنی قرار میدهند از روی ترس و وحشت و فرار از صدای رعد و نور و برق، از صدای رعد و نور برق و تاریکی زمان بارندگی. چی کار میکنند؟ قرار میدهند انگشتانشان را در گوشهایشان، و این یک کنایه خیلی زیبا در اینجا نهفته است. اصابعهم فی آذانهم، انگشتانشان را، هیچ کس انگشتانش را در گوشاش نمیتونه قرار بده، چون گنجایش اون رو نداره، وسعت اون رو نداره، بلکه سر یکی از انگشتان انسان تو گوشش قرار میده
تا اینکه دهانه به اصطلاح گوشش بسته بشه و صدا نشنود یا صدای تند و گوش خراش رعد بر گوشش کمتر اصابت بکنه و به طور آسانتر بشنود. اینجاست که تعبیر زیبایی است، ببینید تعبیر مجازی است، یه نوع که خداوند عزوجل مثل اینکه حالت منافقین را مثال میزند که از شدت ترس انگشتانشان رو تو گوشاشون قرار میدن، در حالی که انگشت ها در گوش ها همه قرار نمیگیرن. من الصواعق گفته شده که از صاعقه ها، آتش سوزنده رعد و برق، به ترس از اینکه اون آتش های سوزنده رعد و برق اونها را بکشه و از بین ببره، چشماشون رو میبندن و گوشهاشون رو همطور میبندن. حذر الموت یعنی از ترس مرگ، از ترس مرگ. والله محیط بالکافرین، در حالی که خداوند احاطه دارد، محیط هست به کافرین، از این که با علم و قدرتش، یعنی حال منافقین را، حال کفار را، حال انسان هایی که در اون وضعیت به سر میبرند آگاست و میدونه که چه خبره. یکادو یعنی نزدیک است، یخطفو یعنی میرو باید، الخطف معنای ربودن و از بین بردن و نابود کردن، و ابصارهم به معنای چشمهایشان یعنی چشمهای این منافقین، و کلما یعنی هر باری که، هر مرتبه ای که، و اضاء لهم یعنی روشن کرد، نورانی نمود، مشوا فی در پرتو آن نور منافقین سعی میکنن حرکت بکنن، و اذا اظلم علیهم و هنگامی که تاریک کرد تو صورتشون یا خاموش کرد برایشون، قامو وقتی که نور نداره انسان چیکار میکنه؟ باز میسته از ادامه راهش. ولو یعنی اگر، ولو شاء الله یعنی اگر خداوند خواست، اگر خداوند بخواد، لذهب الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، شنواییشان و بیناییشان رو از بین میبره، یعنی کرکورشون میکنه. و خداوند فرمود که ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی بسیار تواناست. ببینیم در مورد این 4 آیه که گذشت، 17 18 19 و 20 که 2 مثال ما از وصف منافقین با مثال آتشین و مثال آبی دیدیم، بعضی از اقوال بزرگان در تفسیر آیات چیه؟ ابن جریر رحمت الله علیه شیخ مفسرین از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در مورد مثلهم که مثل الذی استوقد نارا این گونه نقل قول میکنه که ایشون فرمودند، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمودند این مثالی است که خداوند از حال منافقین خبر میده که به اسلام افتخار میکردند، پس مسلمان ها با آنها وصلت کردند و میراث از آنها میراث میبردند، غنایم جنگی میگرفتند. وقتی که مردند خداوند عزتشان را از بین برد و این همانند آن آتشی است که با خاموش شدن نورش اون آتش همچی از بین میره، یا برعکس با خاموش شدن اون آتش نورش هم از بین میره. یعنی منافق مادامی که زنده است و ظاهر سازی میکنه و فریبکاری میکنه، مؤمنان بهشون اعتماد میکنن، وصلت میکنن، ازشون میراث میبرن، میراث میدن، غنایم جنگی شرکت کردن بهشون میدن، پس بنابراین از امتیازهای جامعه اسلامی استفاده میکنن. ولی وقتی مردن یعنی آتششون هم خاموش شد، نورشون از بین میره، ده کسی به اونها اعتمادی نداره، از این جهت که ذکر خیری براشون نیست. برعکس مؤمنان در حال زنده بودن خیر دارن و وقتی از بین رفتن هم ذکر یاد خیر دارن. ابن جریر باز دیگه در روایت دیگر از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه اینگونه نقل میکنه و عده‌ای از صحابه دیگر هم هستن که در مورد همین آیه مثلهم کمثل استوقد نارا می آورد که ایشون فرمودن عده‌ای در ابتدای هجرت پیامبر به مدینه مسلمان شدند ولی سپس منافق شدند. اینا همانند کسانی بودند که در تاریکی بودند، سپس برایشون آتشی روشن شد که در پرتو این نور خوبت خودشون رو شناختند. در همین حال بودند که آتششون خاموش شد، پس نمیدونستن چه کار دارن میکنن و از چه برحذر باشن، یعنی حلال حرام خودشون رو دیگه نفهمیدن. و این در زمانی است که انسان از منبع خیر و وحی و نور دور بشه، اونجاست که دیگه کاری به کار حلال حرام نداره.
هر چی دلش خواست انجام میده. این مثال منافق است که مسلمان شد و از تاریکی کفر نجات پیدا کرد، حلال و حرام و خوب و بد رو تشخیص داد، ولی دوباره به کفر برگشت و به جایی رسید که دیگه حلال را از حرام تشخیص نداد، خوب و بد را از همدیگه نمیتونه بشناسه. پس ایشان همانند کرولار و کوری هستند که نمیخوان به اسلام بر بگردن. شرح و تفسیر این آیات رو مختصرا میگیم. خداوند عزوجل بعد از بیان حال منافقین در جامعه اسلامی و روش برخوردشون با اهل ایمان و اهل کفر، شیوه سخن گفتنشون و روابطشون با این دو گروه، برای روشن و آشکار کردن این حقیقت دو مثال میزنه. یک مثال آتشین و یک مثال آبی. موقعیت منافقین را با اصناف متفاوتشون در این دو حالت بیان میکنه. ابتدا با مثال آتشین کسی را مثال میزنه که از آتش دیگران در صدد روشن کردن آتشی است که بتواند در دل تاریکی شب در دل تاریکی های شب خود را از حیرانی و سرگردانی نجات بده و منزل مقصود برسه. ولی این شعله برافروخته شده از آتش چون اساس و ریشه و دوام نداره، در میان راه خاموش میشه و جز گرمی و حرارت سوزنده آن چیز باقی نمیمونه، ولذا باری دیگر در دل اون تاریکی های شب سرگردان و حیران میمانند. این مثال کسی است که در ابتدا مسلمان شده و نور ایمان برخوردار و به خاطر ایمانش مؤمنان روابط حسنه و خوبی داشته و چون احساس کرد که مصالح و منافع دیگرش با کفار در خطر است، لذا ترجیح میده که ظاهرا اسلام را رعایت بکنه، ولی در باطن با کفار در تماس و با آنها همکاری داشته باشه. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. این گروه بد کاری میکنند زمانی که اسلام را شناختند ولی به حقیقت اونم پی بردند، ولی راه کفر و نفاق را انتخاب میکنند. خداوند عزوجل نور ایمان را از اونها میگیره و آنها را در ظلمت‌های کفر و نفاق رهایشون میکنه. اینها در واقع با اینکه میبینند و میشنوند و میگویند و میفهمند، ولی در حقیقت کرانی هستند که هیچ نمیشنوند، لالهایی هستند که هیچ نمیفهمند و گویندگانی هستند، لالهایی هستند که هیچ نمیفهمند و هیچ نمیگویند و کورانی هستند که هرگز نمیبینند. پس ایشان را وسیله‌ای برای بازگشت به اسلام حقیقی نیست و میبایست همچنان در کفر و نفاقشان حیران و سرگردان باقی بمانند. اما مثال دوم مثال انسانی است که در دل شب بارانی او کصیب من السماء، این مثال گفته شده که علما میگن مثال آبی است. در زمان بارندگی کسی را میبینیم که در اون دل تاریکی های شب سعی میکنه از پرتو نور برق آسمانی راه خودش را پیدا بکنه، در حالی که از ترس مرگ، از ترس اون صاعقه و اون رعد و برق سعی میکنه جان خودش را نجات بده. میترسه، چشمهایش را ارزگاهی میبنده، گوشهایش را میبنده و لذا سعی میکنه که هم راهش را پیدا بکنه و هم از نور و امکانات و خوبی های اون رعد و برق استفاده کنه. اینجاست که خداوند فرمود همین نور برق دنیای ظلمانیشون روشنی میبخشه، به تندی حرکت میکنن به سوی خیر تا به هدف خودشون برسند، ولی همین که نور برق برطرف شد و تاریکی حاکم گردید از ادامه راه باز میستن. اینا حالتشون میشه گفت که نفاقشون کمتره، به خاطری که سعی میکنن. مثال آبی همانند کسی میونه که حتی در مورد نفاقش خودش را کاملا وفق ده به اهل ایمان. اینا کسانی هستند که با اسلام دشمنند و به شدت از آن متنفر، ولی هرچند که میدانن منافعی براشون برداره، با تظاهر خودشون رو به اسلام وفق دادن
و از این موقعیت استفاده ببرند. همینها راه کفر و نفاقشون رو هرگز رها نکردند. مسلماً اینا فرصت طلبانی هستند که به فکر فریب و مکر مؤمنانند. آنها هیچ فکر کردند اگر خدا بخواهد کر و کورشون میکنه و آن وقت است که هیچ استفاده بهره از دنیایشون نمیبرند. خداوند بر هر کاری بسیار تواناست. این دو گروه میتونن دو مثال متفاوت داشته باشند که اولی بدتر از دومی است، چون ابتدا اسلام را پذیرفتند و سپس کافر شدند و اینها مثالشان همون مثال آتشینه. گروه دوم که ظاهرا اسلامشون را حفظ کردند ولی در باطن هنوز کافرند، اینها نفاقشون سبکتره از گروه اول البته، و اینها مثالشان هم مثال رهروان شب بارانی است که در تاریکی های متعدد باز حیرانند. بله، در حالی که قرآن بر سر منافقین نازل میشه و وصف حالشون میکنه، ظلمات را همان حیرت و سرگردانی دنیایشان است و سائقه های وحشتناکی که به اون شب ملاحظه میکنند همان تهدیدهای مکرر قرآنی است به عواقب شومشون در دنیا، و رعد همان صدای کوبنده ندای حق است که حجت و برهان الهی است بر بندگانش، و برق همان بیان روشن و بی‌پرده قرآن به مسائل مردم است که نیاز همگان و حتی منافقین تحمل دیدن آن را ندارند. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بله عزیزان، این گونه خداوند عزوجل با دو مثال متفاوت سعی میکنه مسئله را نزدیک بکنه به ذهن شنونده‌ای که یا خواننده‌ای که قرآن را به دست گرفته، میشنود یا میخواند. منافقان از این دو حالت خارج نیستند. میدونن که از نور اسلام خوب میشه استفاده کرد، از نور ایمان میشه خوب استفاده کرد و به همین خاطر در صدد سوء استفاده از آن برمیان. همانند اون انسانی که در دل تاریکی شب سعی میکنه از شعله دیگری نوری تولید کنه، مسیرش رو پیدا بکنه، یا اون انسانی که سعی میکند از رعد و برق آسمانی استفاده کند با اینکه میدونه ممکنه هر لحظه اون رعد و برق صدای کوبنده اون گوشش را کر کنه یا اون صاعقه شدید جان اون رو بگیره. اما منافق باز هم به این حقیقت نمیتونه دست پیدا بکنه. خداوند عزوجل رو میخوانیم که توفیق بده ما را از این انسان‌هایی که در تذبذب و تزلزل زندگی میکنند و در اضطراب زندگی میکنند قرار نده. خداوند عزوجل رو میخوانیم که بهمون ایمانی ثابت قدم و اسلامی مستقیم که همیشه بر راه خدا و رسولش باشد عنایت بکنه تا اینکه از حال این گونه انسان‌ها کاملا بدور باشیم. خدا یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله